تحکیم توانایی جوانان تاجیکستان و منطقه علیه تبلیغ و تشویق تروریسم و اکستریمیسم آنلاین به عنوان یک طرح جدید از جانب اتحاد اروپا در نشست بین المللی در دوشنبه معرفی شد. برنامه مذکور در اوایل ماه می در تاجیکستان شروع می شود. آن دو پهلوی مسئله اکستریمیسم و تروریسم را برای جوانان راه اندازی می کند و محض طریق اینترنت عملی می شود. در دایره همین برنامه ما لایحه را پیشنهاد کردیم که بیشتر با مسئله های و امکانات های اینترنت توجه ظاهر میکنند. یعنی این خودی برنامه مشخصاً با اینترنت بخشیدن شده است. مقصد برنامه مبارزه علیه اکستریمیسم و تروریسم می باشد در سطح منطقه و در سطح بیرون از منطقه. نمایندگان اتحاد اروپا ذکر نمودند که آسیای مرکزی در حال حاضر با مشکل‌های جدید امنیتی دچار شده است که باید راه حل آن به خاطر ثبات در منطقه پیدا شود. تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی همچون همسایه و شریک افغانستان بی‌ثبات و نااستوار در حل مسئله‌های موجوده مسئولیت داشته در رشد و ثبات آرامی این کشور سهم باشند. اشتراکداران با نظرداشت موقع جغرافیایی تاجیکستان ذکر کردند که مقابله با تروریسم و افراطگرایی هرچند در سطح جهان به راه مانده شده است ولی حمایت مرز جنوبی تاجیکستان باید در مد اول باشد. من نظرم این است که تاجیکستان خود به خود هدف کلان نیست، بلکه چین، روسیه که هدفهای اساسی این نبرد ژئوپلیتیکیان حرکت به سوی مرز چین است، حرکت به سوی منطقه نفوذ روسیه است و در همین نبرد تاجیکستان میتواند یک پایگاه این نبرد شود. بنابراین از همین نظر کشور ما میتواند آسیب پذیر باشد از این مسئله کلان ژئوپلیتیکی. قرار است روز 4 می در ادامه این همایش پرزیدنت تاجیکستان شرکت نموده در مسئله مبارزه با تروریسم و افراطگرایی سخنرانی نماید. در پایان این نشست اعلامیه دوشنبه قبول شده. پس از سخنرانی خاتموی وزیر خارجه تاجیکستان سراج الدین اسلو نشست خبری برگزار خواهد شد. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی دوشنبه.